این ویدیو میخوایم بررسی کنیم که بازه فرکانسی رو چطوری اصلا بخونیم، چطوری تفسیرش کنیم، اصلا چه اهمیتی داره، مهمه، مهم نیست. خیلی خلاصه میخوام بگم. حقیقتا خیلی مقالات تخصصی راجع به این موضوعات نوشته شده، ولی من نمیخوام اینجا خیلی پیچیده‌اش کنم. ما شنونده ایم، میخوایم تا جایی که امکان داره از موسیقی لذت ببریم. قرار نیست که کارمون موسیقی باشه یا تدوین بکنیم. به هر حال نمیخوایم به صورت خیلی تخصصی این قضايا رو واردش بشیم، اما تا حدودی میتونیم از این بازه‌های فرکانسی که هر ایرفون یا هر هدفون شخصیت خودشون رو میتونن نشون بدن روی بازه فرکانسی، همین که متوجه بشیم که چطوری تیون شدن و یک شخصیتشون رو متوجه بشیم برای ما کفایت میکنه. اینم بهتون بگم همه چیه موسیقی شنیدن این بازه فرکانسی نیست یا تفسیر فرکانسی نیست. تا حدودی ما میتونیم شخصیت اون هدفون یا ایرفون ها رو با هم مقایسه کنیم، بالا پایین کنیم، ببینیم بیسش چطوریه، میدرنجش چطوریه، وکال چطوری قرار میگیره، های فرکانسی جداسازی خوبی داره یا اینکه نه خیلی ممکنه سیبلنس بشه، تیز بشه. همه اینا رو تا حدودی ما میتونیم از روی بازه فرکانسی متوجه بشیم، اما قصد نداریم که تخصصی بدونیم که چیکار قرار بکنن. همونجوری که گفتیم همه چی این بازه فرکانسی نیست. ما اینها رو اسمشون رو میذاریم ابجکتیو، یعنی به صورت ابجکتیو و قابل اندازه‌گیری رو کاپلرهای مختلف این اندازه‌گیری انجام میشه. که خب جدیدترین کاپلری هست که من اینجا براتون میذارم که برای این اساس دارن اندازه‌گیری رو انجام میدن و این دستگاه است که دقیقاً این کار رو داره انجام میده برامون. ما وقتی میخوام یه هدفون یا ایرفون رو تحلیل کنیم معمولا خیلی دوست داریم از بیسش شروع کنیم، بازهای فرکانسی پایین که از 20 هرتز شروع میشه تا حالا انتهاترین بازهای فرکانسی که فرکانسی دقیقاً بالا هستن تا 20 کیلوهرتز کشیده میشن. ما اینا رو میخوام تحلیل کنیم. توی فرکانس‌های پایین ما سه قسمت داریم: ساب بیس، مید بیس و لور بیس. هر کدوم از اینها یه سری سازها ضرب آهنگشون، سرضربشون و اون دقیقاً ارتعاشی که ایجاد میکنن توی این بازه ها قرار میگیره. وقتی ما میایم میگیم یک ایرفون ساب بیس برجستگی داره، خب ما ذهنمون نباید این باشه که فقط بیسه. نه، این بیس هم خودش تیکه تیکه شده. ساب بیس پایین‌ترین دقیقاً بازه فرکانسی است که اون ساز و اون موسیقی میتونه اونجا ارتعاش داشته باشه یا ویبریشن داشته باشه که ما اون رو بشنویم. توی اکثر دقیقاً حالا تجربه‌ای که ما داشتیم که معمولاً میدرنج خراب میشه و وکال از بین میره، به خاطر این هست که اون هیجان رو میخوان بیارن توی موسیقی شنیدن ما. به خاطر همین معمولاً لور بیس و مید بیس رو خیلی برجسته میکنن، به خاطر اینکه اینجا خیلی حالت فان اتفاق میفته و خب اگر صحیح تیون نشده باشه اون هدفون، طبیعتا این بازه فرکانسی که خیلی هم نزدیکتر هست به فرکانس‌های میانی میتونه اصطلاحاً خونریزی کنه به قسمت میدرنج و وارد میدرنج بشه و طبیعتا میدرنج میدونیم که اکثر سازها، وکال و اکثر میشه گفت سازهای پایی این میدرنج رو تشکیل میدن و تو این بازه فرکانسی خودشون رو نشون میدن. حالا تصور کنید که ما این فرکانس‌های پایین رو توی مید بیس یعنی وسط و لور بیس انتهای ترین بیس ها بیایم خیلی برجسته کنیم، خیلی اینها رو دقیقاً بوستش کنیم. خب طبیعتاً کشیده میشه به میدرنج و طبیعتاً اون دقیقاً هدفون صدای خوبی نخواهد داشت. به خاطر همین کمپانی ها اکثراً ترجیحشون این است که صدای نیوترال رو دقیقاً تولید کنن که لور بیس و دقیقاً مید بیس خیلی افزایشی رو نداشته باشن و اگر هم قرار باشه حالا بیس رو به گونه‌ای شخصیت بهش بدن، ساب بیس رو این مقدار برجسته کنن، چرا که خب به میدرنج کشیده نمیشه و دقیقاً اون المان صدایی، اون تمیزی صدا رو حفظ میکنن. معمولاً هدفون ها و ایرفون های نسبتاً خوب هستن که بتونن این بازه میانی رو نگه دارن، خراب نکنن. ما خیلی راحت میتونیم بازه فرکانسی پایین رو بوست کنیم، خیلی راحته، کاری نداره مثل خیلی از هدفون ها یا ایرفون ها، اما خب خیلی چیزا رو ما این وسط از دست میدیم. خب از بازهای فرکانسی پایین من میگذرم، میام رو میدرنج که گفتیم اکثر سازها دقیقا اینجا قرار میگیرن. خب میدرنج هم همونجوری که مشخصه جدا از سازها وکال هم اینجا قرار میگیره. وکال آقایون، وکال خانم ها. مثلا شما تصور کنید سمفونی متال میخواید گوش کنید. خب سمفونی متال دقیقاً بازه های یا مثلا گیتار الکتریک بازه های فرکانسی رو باید پوشش بده که اگر این میدرنج من هست آپر میدرنج رو بتونه همپوشانی خوبی داشته باشه و بتونه اینجا خودش رو نگه داره،
صحیح تیون شده باشه که بتونه وکال یک خانوم رو که مثلا قراره اپرا بخونه، مثلا قراره سمفونی متال باشه که وکال خانوم توش برجسته تر است، یا گیتار الکتریک، حالا سازهای آکوستیک مثل گیتار الکتریک که من دارم مثال میزنم، قراره که تو این بازی میانی بیشتر خودشون رو نشون میدن و یه مقداری سمت و سوی آپر میدرنج باشن. پس این وسط مهمه که اون هدفون یا ایرفون اونجا درست تیون شده باشه. و تو بازهای حالا دقیقاً فرکانس های بالا هم معمولا ما تا 20 کیلوهرتز حالا توانایی بشر هست که برای اینکه بشنویم، ولی خب خیلی جاها ما واقعا توانایی نداریم که تا حتما 20 کیلوهرتز بشنویم. خیلی جاها حالا بر اساس آناتومی گوش هر فرد و حالا اون ابعاد سر و نحوه قرار گرفتن گوش فرد، میگم نمیخوام خیلی تخصصیش کنم، اصطلاحا بهش میگن منحنی HRTF. هر فردی منحصر به فرد جدا از بعد حالا فیزیکی گوشش، نحوه قرار گرفتن سر خودش نسبت به محیط اطراف یه مدل میشنوه. یعنی من و شما توی محیط حتی بیرون صداها رو کمی با هم متفاوت میشنویم و این قضیه تفاوت وقتی که از ایرفون یا هدفونی که آکوستیک صحیح رو دقیقاً درست رعایت کرده باشه و اون آکوستیک روی گوشمون یا روی سرمون اصلاح شده و تیون شده باشه، اون آکوستیک میتونه این تاثیرات رو بذاره. توی فرکانس‌های بالا ما دقیقاً قرار نیست تا 20 کیلوهرتز رو بشنویم، قرار نیست که اتفاق بیفته، ولی خب هدفون یا ایرفون خوب هست که اصطلاحاً بهش میگن اکستنشن خوبی تو تا 20 کیلوهرتز داشته باشه، یعنی بتونه صدا رو رول نکنه، صدا رو یه دفعه همونجور که ما بیس رو دقیقاً گفتیم فرکانس‌های بالا رو برجسته می‌کنیم، از این ورم نخوابونه فرکانس رو و سریع خمش نکنه. خیلی از هدفون ها توانایی اینو ندارن یا ایرفون ها توانایی اینو ندارن و خیلی راحت سریع مثلا قبل از مثلا 15 کیلوهرتز میبینید که یه رول آف میدن و میکشونن پایین، عملا دیگه بازهای فرکانسی بالا وجود ندارن، محو شدن. و حالا این بازی فرکانسی بالا چی کار میکنه؟ میتونه اگر درست تیون نشده باشه و خیلی برجسته کرده باشه، مثلا حتی تا فرکانس 15 کیلوهرتز رو خیلی بوست کرده باشه و برجسته کرده باشه، معمولا برخوردیم دیگه، بعضی از هدفون ها یا ایرفون ها خیلی صدا تیز میشه، خیلی صدا سیبلنس اصطلاحا هم میشه و خب گوشو اذیت میکنه. پس هدفون یا ایرفون خوبه که بتونه تا محدوده حالا نزدیکترین حالتی که ما در نظر میگیریم، مثلا 17 کیلوهرتز خودشو بکشونه، چه بسا تا 20 کیلوهرتز بکشونه، رول آف نشه، از اون ور پیک یا دقیقاً بوستی تو این بازهای فرکانسی براش اتفاق نیفتاده باشه که بتونه یک صدای کنترل شده نرم مخملی رو به گوش من کاربر برسونه. قرار نیست تیز بشه، صدا سیبلنس بشه. اگر که با ولوم بالا هم گوش کنید طبیعتاً این برجستگی و این بوست شدن تو فرکانس‌های دقیقاً بالا میتونه گوش رو اذیت کنه، سر رو اذیت کنه. پس خیلی مهمه. حالا بهترین هدفون توی بازهای فرکانسی که ما صحبت میکنیم اون هدفونیه که بتونه میدرنج رو خوب نگه داره، کنترل کنه، وکال رو خوب نگه داره، آپر میدرنج خوبی داشته باشه، تمبر یا طبیعی بودن صدای خوبی دقیقاً به ما ارائه بده، تو قسمت بیس هم کم نذاره، اگر قرار باشه صدای نیوترال باشه بتونه ساب بیس برجسته و خوبی داشته باشه. اگر هم قرار باشه یک ایرفون یا هدفون وی شیپی باشه که ما قراره حالا نمیخوام همه چی رو خیلی نیوترال گوش کنیم، قرار نیست که همه سبک مثلا کلاسیک گوش کنن، قرار نیست که همه سبک مثلا آکوستیک گوش کنن، که یکی میخواد پاپ گوش کنه، یکی میخواد الکترونیک گوش کنه. پس اگه قرار باشه این شکلی هم باشه توی این کاتگوری، توی قسمت‌های مید بیس هم اگر ما دقیقاً افزایشی رو بخوایم بدیم به اون هدفون، یادتون باشه دیگه ساب بیس، مید بیس و لور بیس، اگر ما این دو تا بازه انتهایی بیس رو بخوایم یک افزایشی رو بدیم و یه بوست خیلی هپلشتی رو صرفا بهش بدیم، درست اون هدفون بیس جذابی میتونه به ما بده، اما واقعا دقیقاً اصطلاحا میگه خونریزی میکنه به میدرنج و عملا دیگه وکال بسیار نابود میشه، وکال بسیار میاد عقب، دیگه عملا چیزی به نام میدرنج وجود نداره و صرفا برجستگی رو اینه و خب ما متاسفانه اکثرا میگیم که اوه چه بیس خوبی داره، در صورتی اون بیس خوب نیست. بیس خوب بیسیه که اگر هم روی ساب بیس برجستگی داشته باشه ایدئال هست، روی مید بیس هم ما نمیگیم برجستگی نداشته باشه. خیلی از هدفون یا ایرفون ها هستن که خب برجستگی رو میان روی این بازهای مید بیس انجام میدن، ولی اون تیونه درست انجام میشه و کشیده نمیشه به دقیقاً به این میدرنج. و از اون طرف هم که حالا راجع به وکال و آپر میدرنج صحبت کردیم، تو قسمت های فرکانسی هم از یه بخشی به بعد، یعنی بعد از آپر
میدرنج که گفتیم حالا وکال اونجا قرار داره، بعد از آپر میدرنج ما خیلی مواقع نمیشنویم. این بازه پرزنسی که بهش میگن بازی هست که ما نمیشنویم، ولی اثرات و تاثیرات، مثلا میگم اون درامری که داره مینوازه، اون دقیقاً صدای تیستیس یا اون سنجی که داره مینوازه یک ارتعاشاتی رو به هر حال داره. اون ارتعاشات خودشون میکشونه تا مثلا 20 کیلوهرتز میرسونه. وقتی دیر رولاف بشه، دیر دقیقاً پایین بیاد، ما میتونیم اون فضا سازی و یه حالت ایر مانند، یه حالت هوا مانند رو توی اون فرکانس ها میتونیم بشنویم و این کمک میکنه که فضا سازی بهتری از اون موسیقی رو ما داشته باشیم. قرار نیست که اینجا هم یک دقیقاً بوستی اتفاق بیفته و ما صرفاً تیزی و سیبلنسی رو بشنویم. خب این معمولاً کلیتی هست که ما از این بازه فرکانسی میتونیم در نظر بگیریم. البته باز هم من تکرار میکنم، قرار نیست ما خیلی حرفه‌ای بشیم، وارد این بشیم، بیایم بگیم که این با این اینجاش مثلا این یه مقداری بالاتره، این پایین‌تره. خیلی جاها کمک میکنه که کلیت اون هدفون رو ما داشته باشیم، اما بخوایم خیلی دیگه مته به خشخاش بدیم، دیگه واقعا بخوایم مقایسه چشم بسته‌ای رو انجام بدیم، بگیم مثلا مقایسه روز و شب بکنیم که این مثلا این به این شکل، این نمودار فرکانسی به این شکل، واقعا این شکلی نیست. اینها ابجکتیو قضیه هستن، اینها فرکانسایی هستن که ما اینها رو اندازه‌گیری میکنیم. ممکنه چند سال بعد دستگاه جدیدتری بیاد و اصلا روال اندازه‌گیری ها عوض بشه. فعلا ما پخته ترین و بهترین دستگاهی یا بهترین ریگی که ما میتونیم دقیقاً اینو اندازه بگیریم، این ریگایی هست که این کمپانی دقیقاً ارائه کرده، ما میتونیم الان اندازه بگیریم. ممکنه 5 سال دیگه به کلی عوض بشه. پس این ابجکتیو قضیه است. ولی مهمترین عامل به نظر من با توجه به که گوش هر فرد با هر فرد متفاوت، منحنی HRTF یعنی منحنی سر هر فرد نسبت به محیط و دقیقاً نحوه قرار گرفتنش نسبت به محیط اطراف، حتی هدفونی که روی سر میذاری یا ایرفونی که میذاری متفاوته. اینها دقیقاً برای هر فرد نسبت به هر فرد دیگه متفاوت هست. به خاطر همین تجربه شنیداری متفاوتی نسبت به هم ما خواهیم داشت و خب این سابجکتیو قضیه هست. یعنی شما باید به صورت سابجکتیو هر فردی با هر فردی دقیقاً تحلیل خودش رو داشته باشه. خیلی جاها البته خب خیلی نزدیک به هم هست. اون این شکلی نیست که مثلا روز و شب باشه یکی بگه این هدفون اصلا بیس نداره، اون یکی فرد دیگه بیاد بگه که نه این هدفون مثلا بیسش خیلی بالاست. معمولا اگر گوش خوب تربیت شده باشه و صدای خوب شنیده باشه، طبیعتا خیلی این اختلافات با هم نزدیک هست و اینقدر اختلاف روز و شب نیست. ولی میخوام بدونید که ما تو دقیقاً بررسی هدفون ها یا ایرفون هامون از این منحنی ها مجبوریم استفاده کنیم که یک کلیتی رو داشته باشیم از اون هدفون. بدونیم آقا من میخوام کلاسیک گوش کنم، نرم یه هدفونی بگیرم که هدفونی که بیس بسیار برجسته‌ای شده و مثلا مناسب سبک الکترونیکه. من قراره مثلا الکترونیک گوش کنم، قرار نیست که من یک بیس دقیقاً پایین شده و یک ایرفونیک یا هدفونی که مثلا بیسی نداره رو بیام اولویتم قرار بدم. هر کدوم دقیقاً نقش خودشون رو دارن و جایگاه خودشون رو بازی میکنن. مهم اینه که شما سلیقه شنوایی خودتون رو بشنوید. اینها همه کمک کننده است، ولی تا شما با خودتون راست نباشید، اگر ندونید که شما از اون صدا، از اون هدفون، از اون ایرفون چه صدایی رو انتظار دارید، شاید مثلا $10,000 هم هزینه کنید ولی باز اون صدایی که خودتون دوست دارید نباشه. من شدیداً توصیه میکنم قبل از هر چیزی سلیقه شنیداری خودتون رو بشناسید. این بازهای فرکانسی رو بدونید کجاست. مثلا من اگر گیتار الکتریک گوش میکنم، بدونم این گیتار الکتریک تو کدوم بازه فرکانسی قرار میگیره. اگر من بیس دوست دارم، اون سبکی که گوش میکنم بدونم که این سبکی که گوش میکنم توی ساب بیس خودش رو بیشتر نشون میده، اون تکون ها، ویبریشن ها خودش رو اونجا نشون میده یا روی مید بیس خودش رو نشون میده. به همین شکل یعنی خیلی مهم است شما اون انتظاری که از تو ذهنتون هست، اون ایدئالی که تو ذهنتون هست رو بشناسید و این خیلی کمک میکنه زمانی که میخواید مشاوره بگیرید برای خرید حالا هدفون یا ایرفون. خیلی کمک میکنه که شما اون سلیقه شنیداریتون رو بشناسید. این مهمترین عامله. بقیه شما میتونید با دقیقاً بررسی تخصصی تر و به صورت سابجکتیو تا تجربه بالاتری داشته باشید و چندین مدل هدفون و دقیقاً فضا سازی محور بودن بعضی از هدفون ها رو شنیده باشید یا پانچ و اسلام بعضی از هدفون ها رو شنیده باشید. هر کدوم اینها یک دقیقاً سبک و سیاق خودشون رو دارن. هر کمپانی هم اون تیونی که دوست داره رو دنبال میکنه. هدفونی مثل ZMF
کلا صدای خیلی دنبال کریتیکال لیسنینگ، خیلی دنبال یه صدای دقیقاً نرم کنترل شده نیست، بیشتر دنبال هیجان ولی درست هیجان دادن رو داره دنبال میکنه. کمپانی مثل هایفای من کمپانی است که تکنیکال بودن صدا براش بیشتر اولویت داره. اون بیس خیلی درست پخته تا عمیق ترین دقیقاً فرکانس های پایین تا حتی تا 5 کیلوهرتز. ما میگیم بازه فرکانسی از 20 تا 20 کیلوهرتز است. اون تلاشش اینه که تا 5 کیلوهرتز اون ارتعاشات رو ایجاد بکنه که اون فضا سازی رو انجام بده. ولی این به معنی بیس کوبشی یا هیجانی یا بیس خیلی رامبلی نیست به هیچ عنوان. اون تکنیکال قضیه رو داره دنبال میکنه. کمپانی مثل آدیزی یا مثل زی ام اف دنبالش، یعنی اولویتش هیجان و فان در کنار دقیقاً دیتیل مناسب هست. پس هر کدوم سبک و سیاق خودشون رو دنبال میکنن و دنبال هدفهای خودشون هستن.